سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. امروز همه دنیا نیاز به عدالت عمر دارن، همه امروز انتظار عمر میکشن، همه امروز انتظار ابوبکر میکشن و خدایی که محمد را به رسالت فرستاد اگر مرد می بود که عمر را دیده بود، اگر مرد امروز در دنیا می بود که عمر را دیده بود، به خدا قسم امت اسلامی امروز در دنیا ذلیل و زبون نمیگشتن. امروز بهترین عزت را امت اسلام داشت اگر یک مرد در میان ما می بود که عمر را دیده بود. چی جایی که عمر امروز در میان ما می بود؟ شب از شبها گشت زنی میکرد در اطراف شهر ببیند چی کسی مشکل دارد. خودش امیر المؤمنین است، حاکم است، ثلث کره زمین رو حکومت میکند. گشت زنی میکند، از دور خیمه نمودار شد، در تاریکی شب چراغ روشن است، نزدیکتر و نزدیکتر شد. همین که رسید در نزدیک خیمه دید آواز از درون خیمه می آید، گریه و هست، ناله و زاری هست. نزدیک خیمه شد، السلام علیکم، سلام تقدیم کرد که ناگهان مرد از خیمه بیرون شد و علیکم السلام. چی میخواهید شما؟ حضرت عمر را نمیشناسند. چی میخواهید؟ حضرت عمر فرمود برادر شما اینجا چی کار میکنین؟ برای چی آمدین؟ گفت ما آمدیم پیش امیر المؤمنین عمر میرویم، ما فقیریم، بینوا هستیم، پیش عمر میرویم که با ما کمک بکند. حضرت عمر گفت داخل خیمه چی گپ است؟ این سر و صدا از کجا هست؟ گفت به تو کار نیست، راه خود را بگیر و برو. حضرت عمر اصرار کرد برادر عزیز من بگو کدام کاری، کدام مشکل اگر هست خدمت از من بر بیاید، من خدمت میکنم. گفت همسر من در حال زایمان هست، همسر من در حال زایمان هست. حضرت عمر وقتی این کلام را میشنود دیگرگون میشود، عرض میکند آیا زن دیگر در کنار همسر تو هست؟ میگوید نه تنها هست همسر من. آتش در درون عمر شعله‌ور میشود، حرکت میکند، میآید به خانه خودش در را میزند. همین که در باز میشود دختر فاطمه، دختر علی، ام کلثوم زن حضرت عمر است. فدای تو شوم ای عمر، فدای خاندان تو شوم ای عمر. ای کاش که امروز تو می بودی، ای کاش که امروز تو می بودی که امت اسلامی این گونه ذلیل و زبون نمی شدن. به ام کلثوم دختر فاطمه الزهرا سیدة نساء اهل الجنه، به دختر علی کرم الله وجهه، به نواسه محمد صلی الله علیه و سلم رو می کند. ای ام کلثوم می شود امشب خدمت بکنی برای خدا؟ ام کلثوم می گوید من در خدمتم یا امیر، من خود را فدای خدا می کنم. چه خدمتی است؟ می گوید من در میان صحرا در دشت دیدم زن در حال زایمان است، در کنار او هیچ زن دیگر نیست. چی می شود که امشب بروی در کنار اون تا اون خواهر ما با آساندی وضع حمل بکند؟ ولی هیچ در خانه‌اش نیست، مقدار روغن بردار، چیزهایی که نیاز است بردار. و خود حضرت عمر می رود غذای می گیرد و پشت خود بالا می کند. هر دو دوان دوان در تاریکی شب پادشاه مؤمنان، حاکم مؤمنان، امیر المؤمنین حرکت می کند با دختر حضرت علی، با نواسه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دوان دوان حرکت می کند. می آید در کنار خیمه، حضرت ام کلثوم داخل خیمه می شود، حضرت عمر می رود آتش روشن می کند تا مقدار غذای آماده کند برای این اهل خیمه. در همین اثنا لحظات می گذرد، صدای طفل از داخل خیمه بلند می شود، دروازه خیمه را، همون پرده را بالا می کند. ام کلثوم صدا می زند ای امیر المؤمنین، ای امیر المؤمنین، به اون دوست خودت که در کنارت هست مژده بده که به خانه‌اش فرزند تولد شده هست. وقتی این کلام از زبان ام کلثوم خطا می خورد، این اهل خیمه، این مرد خیمه دار خبر می شود که امیر المؤمنین خدمت می کند به این خانواده و این زنی که داخل خیمه است این زن امیر المؤمنین هست که برای یک مرد فقیر، برای یک زن بینوا در تاریکی شب اینجا آمدن تا وضع حمل بکنند زن این مرد فقیر. عزیز من، حق مسلمان بالای مسلمان چیست؟
این بود عمر امیر المؤمنین، نمونه اسلام که برای یک برادر مسلمان خود را، اهل خانواده خود را فدا میکرد. شب روز در خدمت بودن. ولی امروز ما چی کار میکنیم؟ عزیز من، این نکته یادت نره، اولین شماره وقتی در جای دیدی که اگر این کاری که تو میکنی در ضرر برادر مسلمانت است، هرگز به اون دست نزن. چرا؟ حضرت یحیی ابن معاذ رازی میفرماید اگر به برادر مسلمانت نفع نمیتوانی برسانی، ضرر هم نرسان. اگر برادر مسلمانت را خوشحال کرده نمیتوانی، غم هم برایش نرسان. اگر برادر مسلمان خود را خوشحال کرده نمیتوانی، غم هم برایش نرسان. اگر برادر مسلمانت را توصیف کرده نمیتوانی، بدگوییش هم نکن. در جنگ یرموک ابو جهم میگوید من در قطار شهدا که شهیدان افتاده بودند، شهید شده بودند، در میان زخمی ها هم بود، گشت میزدم که ناگهان پسر کاکای خود را دیدم که در حال سکرات مرگ است، شمشیر خورده، خون از بدنش جاری هست. صحابی رسول خدا اکرمه نام دارد، میگه من به اون نزدیک شدم، وقت سرش را در آغوش گرفتم، به من گفت من تشنه شدم. در وقت مرگ انسان خیلی زیاد تشنه میشود. گفت من تشنه هستم، آب بیار آب. ابو جهم میگوید حرکت کردم، رفتم مقدار آب برداشتم، دوان آوردم. همین که نزدیک پسر کاکای خود رسیدم، خواستم آب را به دستش بدهم که دیدم زخمی دیگر دورتر از برادر کاکای من افتاده است، اون هم فریاد میزند آب آب آب. پسر کاکا به من گفت به من نده، اون از من تشنه تر است، به اون ببر. حرکت کردم رفتم سراغ اون. همین که خواستم که آب را به دستش بدم، دیدم که اسیر دیگره. به خدا شوخی نیست، این قصه نیست، فکاهی نیست، این حقیقت است. اونها بودن که برای ما اسلام آوردن، اونها بودن که امروز نمونه های بارز اسلام هستند. نفر سوم صدا میزند آب آب آب. این برادر وقت آواز اون را میشنود که خودش در حال سکرات مرگ است، میگه من تشنه نیستم، به اون ببر. میگه حرکت کردم، همین که آمدم پیش نفر سوم تا آب را بدم، دیدم که جان به جان آفرین تسلیم کرد. دویده آمدم پیش نفر دوم، دیدم که جان به جان آفرین تسلیم کرده. آمدم پیش پسر کاکای خود که این هم جانش به طرف ملکوت پرواز کرده است. عزیز من، حق مسلمان بالای مسلمان چیست؟ اصحاب پیامبر در سخت‌ترین لحظات حق مسلمان را تلف نکردن، در سخت‌ترین لحظات خود را فدای یک مسلمان میکردن. امروز دو تا دکاندار پهلو در پهلو با هم جور نیستن. من 10 بار در این سرک ها استاده بودم، یک تاکسی را که دست دادم دورتر استاد شده، تا بریک کرده دورتر استاد شده، تاکسی دیگر آمده خوب دیده که من اون را دست دادم، به پهلوی من استاد شده، به من سوار شد. هست یا نیست؟ با آواز بلند میشه. دو تا موتروان با هم جور نیستن، دوست دارن که چند پیره بدهن ولی برادر مسلمانشون یک پیره نداشته باشد. از کجا هست؟ باور کن این مصداق حدیث گم شده. حق فکر میکنیم که کل دین الله، چه تعبیر کردیم از دین؟ کل دین الله همین هست که بیاییم وضو خوب داریم یا نداریم، رکوع خوب داریم یا نداریم، سجده خوب داریم یا نداریم، سر را به زمین بزنیم و حرکت کنیم. از مسجد که بیرون شدیم خدای حق تو دیگه بجاست، دین دیگه خلاص شد حقش. هر کاری که من کردم خدای تو حقی نداری. نه عزیز من،